مردی به همراه همسرش به باغ وحش رفتن. اونها میمونی را دیدن که با شور و اشتیاق با ماده خود بازی میکرد. زن به مرد گفت: عجب حیوان رمانتیکی. بعدش رفتن جلوتر دیدن شیر نر و ماده‌ای با فاصله از هم و جدا نشسته بودن. شیر نر در گوشه‌ای خیلی ساکت نشسته بود، انگار که اصلاً شیر ماده‌ای وجود نداره. زن وقتی این صحنه رو دید به شوهرش گفت: چه صحنه غمگین و بدون عشقی. مرد در جواب به همسرش گفت: یه سنگ بردار و پرت کن به سمت شیر ماده و نگاه کن. زمانی که زن سنگ رو به سمت شیر ماده پرتاب کرد، شیر نر غرش کنان اومد تا از ماده‌اش دفاع کنه. بعدش دوباره زن این کارو با میمون ماده کرد و به سمتش سنگ پرتاب کرد و در اون لحظه دید که میمون نر ترسید و به بالای درخت فرار کرد تا جون خودشو نجات بده و ماده خود را تنها گذاشت. اونجا بود که مرد به زنش گفت: فریب چیزی که در ظاهر به عنوان عشق می‌بینی نخور. خیلی اوقات اون شکل فقط یک ظاهر فریبنده هست تا بتونه قلب تو خالی شده رو مخفی کنه. اما افرادی در مسیر متفاوت قرار دارن که خیلی آروم و ساکتن ولی قلبشون پر از عشق خالصه. در حال حاضر خیلی ها